جوان زیبا قصه کرد. گفت به والله قسم قصه کردن نمیتوانم، اما این رازی خاطر میگم که تبلیغ بکن بر بندگان الله سبحانه و تعالی برسان صدای امت اسلام را. گفت در یک محفل عروسی تشریف برده بودم، قسم خورد. گفت به والله قسم از آب کرده شراب زیاد بود. مسلمانم هست. رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید شارب الخمر کعابد الوطن، انسانهای شراب خور مثل کسانی هستند که لات و عزات و منات را پرستش کرده باشد. الله دوست ندارد اینها را. باز هم توصیه میکنم ای جوان، غافل شاید بوده باشی، شاید الله را فراموش کرده باشی، دروازه توبه باز هست. توبه بکن، توبه بکن. امید است که الله تو را ببخشد، امید است که الله سبحانه و تعالی تو را قرار بدهد، گرنه در روز قیامت در صحرای محشر به پیشگاه الله ایستاده بشوی. امروز به طرف گروپ نگاه کردن نمیتوانیم، توانش نداریم به طرفش نگاه کنیم، با وجودی که مخلوق الله است. در روز قیامت چطور به پیشگاه پروردگار عالم نگاه کرده خواهد توانستیم؟ الله زخانی بر تو بگیرد که ای انسان عمر خود را در شراب خوری سپری کردی، عمر خود را در قمار سپری کردی، عمر خود را در زنا و در فحشا سپری کردی، عمر خود را در لذت های دنیا سپری کردی. بیا الله را جواب بدی. آیا این سرمایه خود را در حرام مصرف کردی، شراب خریدی؟ بیا پروردگار عالم را جواب بدی. چه جواب خواهد داد پروردگار عالم را؟ هنوز دروازه توبه باز هست. نفس در حلقوم من تو نرسیده، به اخلاص توبه بکن که در روز قیامت به والله قسم از جانب پروردگار عالم مجازات بشوی. الله از تو پرسان میکند چطور روز قیامت را فراموش کردی؟